چیز در مورد فیلم می‌خواستم بگم. آها، ما رفتیم زودپس دیدیم یک بار بعد تموم شد. بابا خب نمیدونستم دیگه. بعد زودپس مثلا نمیدونم دیدین یا نه، ولی کامل مثلا تو یه رو به اول 50 بار و تو کل فیلم 150 بار میگن که نسبت اینا با هم چیه. هی اشاره میکنم مثلا اینی اشاره میکنم مثلا چیزا. بعد ما بار دومی که رفتیم دیدیم نیم ساعت گذشت نازی اونجوری کرد 3 تا شخصیت اصلی داستان اینجوری. آها این دامادشه. آها جون که اصلا گریه هم داشت میگه و دیگه نفهمیده بود. بعد گفت پس محسن تنومنده کیشه. واقعا اصلا اشکم در میاد. مثلا که مثلا یه فیلم میذارم که خیلی دوستش دارم مثلا تو متریشونیم شاهکاره. بعد هی نازی که خب خوابم میگیره ساعت مثلا 1 آقا فیلم میبینیم دیگه. نازی تا 4 بیدارم اون یوتیوب میبینه ولی مثلا یک فیلم میذارم خوابش ببین اینجوری خودم تنهایی شروع کنم یه فیلم رو ببینم یعنی کاملا اینجوری و اصلا موضوع مهم، ولی این وقتی باشه دیگه همه چی مثلا جوکه. متوجه میشین؟ یعنی اگه کار مهمی هم دارم انجام میدم میخندم و اصلا من اهمیتی نداره. متوجه نکنه قد متوجه میشی؟ تو خواب بگو. خواب اینجی در حالت عادی اگه کار نشته باشین من اول از همشون بیدارم و اینجا سخت نگاه میکنم. خب ولی وقتی میخوایم یه جای بریم لازم میخوام من میدونم مثلا کیان خوابه من مثلا بیدار میشم. ولی اگه یه جا مهم باشه و اصلا نمیتونی جیم شه بعد مثلا شیراز رو بگم. شیراز ما یه صبح خواب موندیم. چی شد؟ من زنگ گذاشتم بچه‌ها زنگ گذاشتم قطع کردم فکر کنم. بعد صدا آلارمم عوض نکرد. همین بود که نه من هر آلارمی که میذارم هر کدومش فرق میکنه با هم چون امکان داره که مغزم به اون عادت کنه و مثلا بعدیه بیدارم کنه حداقل. خب یا باشه اون خواب و ویبرامو بگم. خب بعد من پاشم و زنگ ببین وای زنگ میخوره روانی میشه. کی اصلا خوشحال میشه وقتی زنگ میخوره؟ هیچکی. زنگ خورد و من اینجوریام که چقدر میگه خواب بودم تو خواب با خانمش میگفتم اینا. بعد اینو مثلا با هم روی یه تخت دو نفر با هم آره ستایی با هم تخت دو نفر خوابیدیم. بعد دو تا برگشتن دوز من واسه خوابیدم. دوز قطعش خود دیگه فلان. نازی تنها کسی که 6 صبح وقتی که تو حتی کامل گوشیار میسی میتونه با قهر کنه و خفه شد. گوه بخور. بعد گرفتم گوشی من اینجوری بودم که آره چه بعد که واسه منه قطعش کردم خوابیدیم. حتی سنوزم نکرد چون که خیلی داد زده بودم و اینجوری که خب اگه شما آخه من میدونستم که بیدار شیم ولی شما اگه میدونین که باید بیدار شیم چرا انقدر خب منظورم مثلا دیشبش اینجوری که آره از بهتره که یعنی چی؟ این زنگ آرامش خیلی بخشه؟ بر ما خوشه دیگه نمیشه شبیه چیز سامس متنفرم از آن دقیقا. ببین مثلا دیشبش گفتن آره نازی زنگ بزن منم گذاشتم تو هم گذاشتی فلان بعد مثلا فردا قطعش کن دیگه. خب اول صبح دیگه تو بدونی که منظورم از قطع سنوزه. بعد قطع کردیم ساعت از چه حرف میگیرم صبحانه رو ساعت 10 خوردیم. صبحانه رو ساعت 10 خوردیم. مثلا اینی که گفتم مثلا مغزم بهش عادت کنه به صدای آهنگ. من این گوشی جدید رو فکر کنم خریدم بود که ویبرش یه ذره فرق کرد. اینو میگی؟ یا شاید هم مثلا یه جای گوشه بودم یه صدای عجیبی میداد. خواب بودم. اینو عملی اشاره بکنم من اینکه تو خوابم آدم‌های عادی ببینم خیلی واسم عجیبه. من عموما تو خوابم مثلا همه سلبریتی هستن. کلا یه ایونته خواب من. اصلا معمولا خواب نازی رو نمیبینم میدونی؟ بعد یه وقته هستن تو پس زمینه چون دقیقا تو همین خوابی که میخوام بگم هست. بعد خواب نه چی در لحظه بعد خوابیدم که من و نازی و پسر خالم بودیم رفته بودیم خونه عمه مامانم کلاس دوچرخه سواری. تعریف کردم؟ آره فقط آتیک آخرش باید تعریف کردم. رفتیم کلاس دوچرخه سواری و یهو من اینجوری که بچه‌ها من جیش دارم بریم دستشویی. اومدیم از استاد اجازه گرفتیم دوچرخه‌مون رو برداشتیم رفتیم یه مسیر خیلی زیادی رو و مثلا یهو انگار پاناما شد اونجا اصلا قیافه عجیبی پیدا کرد. پاناما چیه؟ پاناما یک جای. یک جای.
رفتیم مثلا یه دونه دستشویی گنده بود و نزدیکش که داشتیم میشدیم یهو صدایی میگفت اینجوری. خب من گفتم بچه‌ها اسدالله یکتا تصویرش رو لطفاً بیار اینجا. من گفتم بچه‌ها این اسدالله یکتاه نه؟ همه گفتن که آره. گفتم ای بابا اسدالله یکتا چرا داره تو دستشویی داد میزنه؟ خب این کاملا مطمئن بودم. هی این اسدالله آقا اسدالله داد زدن، هی داد زدن. اینقدر که داد چشمم باز کردم اینجا اسدالله خوب هست و اینجا ویبره گوشیم رو مغزم به صدای اسدالله یکتا تشبیه کرد. اصلا این آدم کجای زندگی کجای مغز من بود که ببین انگار باهاش زندگی می‌گفتم بابام انگار بشتم که با ویبره اشتباه بگیرید. بعد خیلی هوشمند است واقعا صداش به ویبره است. بابا این خیلی واقعا ببین سرچ کنید بچه‌ها. در خونه ما بوده تو. بذار یه تیکه حرف زدنشو اینجا لطفا. نمیذارم لطفا. بابا نمیرم اگه بذاری خیلی بابا دهنم صاف میشه تا تو رو قرآن. یه تیکه من برات میفرستم تو فقط بذارم بالا. باشه. سکوت کنین اسدالله. خب. اوکی. نشون بده. چی شده؟ ببین این خیلی منطقیه که آفتاب هی داره میره اونور دیگه نیست رو. خونه ما بود اتفاقا و یهو صبح پاشد گفت اسدالله اینو کیه؟ نه بعد خب این بیدارم باشه گذاشت نازی. خب اسدالله یکتا طبیعی بود ندونی کیه. خب ولی مثلا اندایی با نازی تو خیابون راه میریم اینجا که نازی چه قشنگ مثلا رضا کیانیانه یا اینجوری که کی ببین و مثلا اون شبی که مهرجویی و زنشو کشتن ببین هیچ جستن من داشتم یهو سکته میکردم. 3 صبح بود ما داشتیم تو گروه چرت و پرت میگفتیم. من یه لحظه رفتم اینستا و اینو دیدم. ببین اصلا هم ترسیده بودم خیلی زیاد هم مثلا گیری اصلا احساسا واقعا نمی‌دونم باید چیکار کنم. اومدم دیدم تو گروه مثلا از دهنم ریخت. من تو گروه بچه‌ها مهرجویی و زنشو کشتن. سر بودم. بعد نازی شد که کیه؟ نازی هر کی مثلا بگیم کیه؟ ببین یک موضوع بسیار بزرگیه خب که خیلی منتظرم ببینم بهت بگم ولی الان نمیگم چون که واقعا اصلا آبروریزی اگه این واسه سوال باشه. بگو. نمیگم. بگو. اینو نمیگم. اگه چقدر میگه نه بگو. نه اینو نمیگم خب ولی خواستم فقط بدونی. خب یاد باشه بگی. مثلا آخه میگم دیگه ارجاع دادن بهش هم ببین چقدر سخت. مثلا رضا کیانیان کیه؟ حالا مثلا بگردم خانم چه فیلمی رو دیده. مثلا میگم شهرزاد دیده. گفتم مثلا فلان کی؟ شاپور ببین من مثلا چهره ها رو میبینم. قاتل فقیه نصیر شوهرش کی؟ میگم همون دوست رویان نهالی بود. رویان نهالی که خواهر بزرگ آقا. آها اصلا تازه جدی همین الان فهمیدم. اصلا یادم نمیاد کجا. نه روفترین ها رو نمیشه. بابا من یعنی فکر کنم یهو گفت اسکل مهرجویی کیه. حالا من میخوام اسدالله یکتا رو بابا میشناسم که آره اینجوری میشناسم ولی اونجوری نه. متوجهی؟ ببین مثلا اینجوری مثلا ببینه میگه این مثلا نهایتا آخه من مثلا بیشتر داستانه رو میچسبم که خیلی داستان متوجه میشه بچه‌ها. همه داستان ساکت شو. اصلا فیلمنامه تو جیبشه میدونی؟ اسکل خیلی بده. یه موضوع جالبی بود که می‌خواستی حرف بزنی اصلا یادم خواب چی می‌خواستی بگی؟ داشتم در مورد میگفتم مثلا دیدی همه میگن خوابمون رو می‌خوایم درست کنیم. ببین میخوان زودتر بخوابن. این موضوع رو اصلا باور نمیشه. مثلا میخوان زود بخوابن ولی من کاملا خوابم درسته و زود میخوام. مثلا این از قبل که بگی من دور خودم چک کنم. من درینگ نشدم. یه نوبتی بس بردار از این همه ادا و دلم بابا بیرون. چند دقیقه شده؟ 50 شد دیگه بیا جمعش. آره خوابو بگم جمع. مثلا اینجوریه که آره ما ساعت خوابم درست کنیم. من ساعت خوابم اینجوریه که مثلا شبا قبلا مثلا 3 2 اینا میخوابیدم. مثلا که 6 صبح بعد پام شدم دیگه آره 1 میخوابیدم. الان دیگه نهایت 12 خب مثلا اگه
جایی برم با بچه‌ها باشم بیدار نمیمونم تا 5-6 صبح حتی. و گوش بده، ساعت خوابی مثلا 12 دیگه نهایت شده، 11 هم خوابیدم، حتی 10:30 هم بچه‌ها شده که من خوابیدم. 10 خوابیده، 10:30 حالا هم شده. بچه 10 خوابه، 10 هم شده که بخواب. مثلا دارم پیام میدم وای مامان بخوام خوامی خواست میره. بچه میگن مرغ بهم هلیا گفته بودی مرغ هستی دیگه واقعا. من مثلا خیلی زیاد دوست دارم که پاشم زودتر و شروع کنم کارامو انجام بدم، چون همش وقتم کم میاد. من مثلا اینجوری هم که ساعت وقتی که میخوام میذارم منطقی دارم، مثلا ساعت 9 زنگ میزنم. خب فکر کن از 10 دیشب، حالا بگیم از 9 ساعت یعنی خوابیدم، بعد زنگ میزنم مثلا از چشم اینقدرش باز میشه 9 ساعت. مثلا از 12 بگیم خوابیدم دیگه، بدترین حالت تا 9 ساعت خوابیدم. اینجوری که بعد میگم ویلش کافه یا اسوس کاش بهترین حالتو میگفتی. دوباره بدترین حالت که معلومه. بعد دوباره ببین همینو میرم تا ابد میخوام. کاملا از ساعت 10 صبح میخوابه، کاملا 10 شب میخوابه تا 10 صبح. خب یک بار ساعت 11 خوابید تا 11 فرداش میخواست بخوابه و من یعنی 11 شب خوابید. من میدونم اینو که یعنی کاملا میدونستم که خوابیدم. آره داشتم حرف اینجوری احوازی بکن دیگه. خوابید. خب فرداش مثلا 10 صبح، اما مثلا 7 اینجا که 7 خیز 8 نه 9 هم حالا خوابه 10 دیگه اینجوریام که خب بسه دیگه، بیدار شد. زنگ زدم بله. بعد گفتم که خوابی؟ گفت نازی خوابم میاد خاکی بر سفران گم شد دیگه. میگم که داداش فلان. بعد مثلا اینجوریام که خب شاید دیر خوابیده، مثلا 10 داداش 10. ببین من دیگه مثلا خیلی واقعا دیره. من گریم میگیره وقتی که 10 پا میشم. بچه‌ها من متنفرم از این که مثلا 12 صبح اگه به تموم 12 که ظهر 10:30 دیگه میشه، من اون روز همش اینجوری میگم. اصلا ببین اصلا من اگه بخوابم 12 بیدار شم تموم شد. مثلا یک هفتم تموم شد. تو هر روز تموم. ببین نه هیچ وقت خود 12 باشم که حرفم نمیزنم باهاتون. خونه هلینا باشیم خب یه بار مثلا 7 صبح خوابیدیم و مثلا اونجا 10 بیدار شدیم رفتیم خونه‌مون. من خونه 2-3 ساعت خوابیدم دوباره. خب مثلا دیگه پا شدی راه افتادی اومدی خونه. حمام ماشین اینجوری بودم. ها نه دیگه منظورم که یه کاری کردی یا فقط جنازه اینجوری نبود. اومدم خونه همون افتادم خوابیدم. من خودم دارم میگم. آها فکر نداری. که خب من ببین اگه پاشم دیگه نمیخوام. خب چون اگه اصلا دیگه خراب میشه اصلا. ببین من متنفرم از خوابیدن. دیدین آدما خیلی دوست دارن میگن وای خواب عالیه. آره من از خوابیدن متنفرم. همیشه میگم که مثلا کاش یک ساعت مینشستیم شارژ میشدیم دیگه. نصف زندگیمون رو بذاریم مثلا خواب باشیم. دقیقاً 3/4 خوابید. آره نه کاملا 1/3 منظورم. من متنفرم از خوابیدن خیلی. بچه‌ها من کل زندگیمو تلاش میکنم بتونم پاشم ولی نمیتونم پاشم. آره و 12 سال بعد بچه‌ها همون 10 هم که مثلا اگه بگم 10 تا 10 خوابیدم پا میشم کل روز ببین صبح قبول ببینی جایی بعد شب مثلا چند خوابیدی؟ کیو میگی؟ دیروز شب 12 مثلا نهایت 12 نه اون دیشبو داری میگی؟ پریشبم که اومدم خونتون صبحو میگی؟ اون شب 3 خوابیدم. که کاری دارم انجام دادم من 3 بخوابم. آدم یه ذره 3 خوابید. بعد از دیشبش خب من 10 دیگه نهایت خونتون. نه گفتم میشه یه ذره دیرتر بیام. میشه 10:30 من من مثلا واقعا صبحی که خیلی زود مثلا 8 کسایی که اینو واقعا میخوان اصلا فشار داره میاد بهم. کسایی که ببین من آدم خوشخولی و بدقولیم. منظور آن تایم بودنه؟ ببین میزم تو سرت. آره ببین مثلا اگه بحث آماده شدنش نباشه واقعا اوکیه. یعنی مثلا اینجوری که بگه اینجام و خیلی چیز باشه میاد. ولی مثلا یه وقتایی خب ببین وقتی کیان خونمون باشه توی اتاق همونجا باشه میگم که خب حالا هستی
100 ساعت تو از اتاق ببین من اصلا گوشمو کنده. دیدی از اینو ببین بخنه مرا. این پشتیشو باید بگیرم. این پشت دیگه این خیلی شله. باید بزنم بعد این فلزشو کج کنم دیگه نیاد بیرون. تا ابد دیگه. ها؟ خیلی تو نور بوده همش من اینجا تو سایه. آخه. ازش خنکه. خب ببین در برابر کیان من مس نیستم بچه‌ها. این آدم ببین مثلا مدرسه خیلی اون حرف می‌زنی. اوکی داش بگو حالا. مدرسه مثلا با لباس مدرسه میخوابید همونو پا میشد میومد. میدونی من نه از شب نه. صبح پا میشد یعنی پا میشد. پا نمیشدم. ببین مثلا مدرسه که میرفتم دیگه اصلا روتین حالیم نمیشد. الان سعی میکنم که پاشم مثلا یه ذره زودتر. اصلا نمیشه مدرسه نمیتونم. وایسا مدرسه که میرفتم اینجوری بود که شب داشتم میخوابیدم مانتو مقنعه شلوار جوراب میذاشتم مثلا اینجا صبح مثلا حتی نمیستادم اینجوری میپوشیدم میخوابیدم. خب دوباره مثلا یه رو میخوابیدم بعد که مامانم اینا مثلا پاش آماده شدن که منو ببرن یا مثلا سرویس زنگ زد پا میشم جیش میکردم میرفتم مسواک میزدم جیش میکردم میرفتم. من واقعا ببین من وعده صبحونه رو خیلی دوست دارم و مفصل میخورم. خب یعنی اصلا صبحونه درست که اصلا هیچی و خیلی هم کند یعنی کلا یه ذره روال من کند آشپزی میکنم. نه آشپزی نه صبحونه خوردنشو خیلی لفت میده. مثلا اینجوریه که فکر کنی ببین یه ذره خوبه که اینقدر عجله نداره. واقعا صبح همون یعنی حاضر لذت میبرم. بچه‌ها من اگه قرار باشه 5 یکی جایی باشم اصلا 100% 4 پا میشم صبحونه رو میخورم. میدونی یعنی حاضرم کل اون یه ساعت رو صبحونه روز کنم و شروع کنم ببین یه چیزی که هست اینه که خیلی خوبه مثلا تو روزا بتونی اینقدر روال زندگی آروم و اوکی پیش ببری گوش بده. واقعا من لذت میبرم. آره که مثلا اوکی چیل و فلان ولی وقتی که عجله مثلا عجله نه مثلا دیگه بری دیگه صبح زودتر بری بیرون فلان. میدونی مثلا کیا اینجوری مثلا امروز صبح خواستیم تو تخت بود بعد که میخواد پاشی بعد بود که تو که میدونی من اصلا زود بیدار میشم. قشنگ تا شبیه سازی هم تو که میدونی مثلا چی میگم تو که میدونی مثلا زود آماده میشم. مثلا تو آماده شو بعد به من آره بعد من گفتم این پوشیدم گفتم خب من آمادم. بعد پا شدم دستشوی تجربه یعنی من یادم پای دوربین بگیرم باند رو میخواستم بیارم فقط اینجوری بود که من آماده شد تمام شد و من که اینجوری بودم نازی هنوزش وسیلش برد یکم مسئولیت فقط کافی بود بر دوشت بگیری فقط مسئولیت بیدار فردا میگفت فردا بگو مثلا دیشب گفت آقا فردا یادم بیار اسپیکر رو بگیرم. گفتم من اسپیکر رو میگیریم. خب میگیریم من صبح بچه اسم خودم هم یادم نمیاد. خب وای اصلا روانی میکنه یادم باور نمیشه اینجوری که من واقعا اینجوریم که آقا آروم بذار مثلا پاشیم ببین آماده شه. این پروسه واقعا من عاشق پروسه آماده شدن منم خیلی زیاده. یعنی مثلا اگه میخوام یه جایی برم که خب میدونی مثلا میخوام بیام با هم بریم بیرون چون که 100 بار این کار انجام میدیم خیلی چیل میکنم تو پروسش. ولی مثلا یک بار در زندگیم با بچه‌ها مثلا 2 روز رفتم یه جایی میخوام دیگه بریم بیرون اشغال کنیم دیگه. خب نازی همونقدر باید چیل اون روال. این مثلا بیاره چای رو بده عجب بچه‌ها من مثلا میگم مامانم من خب آها دقیقاً مامان منم که میگم بودو وسیله ها رو که مثلا اومدیم صبحونه خوردیم بعد جمع بشه. نه جمع کردن رو اوکی ام. خب من اصلا این میدونی که فقط اینجوری که خدافظ من فهمیدم چون که یا خونه ماییم رامسرم اونجا بودیم. شیراز کجا بودیم؟ سرخرود کجا بودیم؟ نه سرخرود شیراز اوکی. آره دقیقاً. نه یادم خونه ما اوکی نیست کردم ولش کن. ساکت شو. مثلا اونجا خب باید جمع کنم که یعنی من اینجا نه اصلا بحثم جمع کردن نیست. تو میگی دول میکشه. دول که نمیکشه مطمئنا طول میکشه که اونم ببین من اصلا بحثم نیست. مثلا رفته بودیم سرخرود نه رامسر صبحونه مثلا خوردیم و اینا بعد فکر کنم شست نازی ظرفشو بعد چای ریخت. خب یعنی کارش تموم شده بعد این چای رو گذاشت که خنک شه. داغ بود. نه خب میدونم
ببین چای رو میذاری شروع کن آماده شدن وسطش اینو تست می‌کنی هر وقت شد آخه میخوام بابا چای رو بخوری بری مسواک کنی بعد بری آماده شی دیگه. حالا من مسواک کنم لباس بپوشم بیام چای بخورم. بعد چای نمیخواد مسواک بزنی که. چرا دیگه چای رو یه چیز خرمایی بخوری. آره بعد ببین چای رو گذاشت بعد مثلا بعد صبح نگی چای نخورم میمیرم. اینجا خوش میشه میرم. اصلا حرفم این بود که از آدمی که آن تایم نیستم متنفرم. من میگم این ساعت اینجا باش اگه نباشه تمام شد. آها. آره. آماده شدن نازی بعد مثلا یه بار ببینید. یه بار قرار بود مثلا ساعت 6 بریم یه جایی و من بعد نازی گفت 6 چیه گفتی میایم دیره بگو 5. خب مثلا ساعت بود 4. کیان داره راه میفته نمیگه. نه اون موقع میگم جفتمون خونه هم بودیم می‌خواستیم بریم پیش نسترن. فکر کنم می‌خواستیم بریم سرخرود. تو گفتی که چرا اون موقع زودتر میریم دیگه. بعد ببین مثلا 1:20 دقیقه نشد من یه چیزی مثلا نازی فراموش. بعد ببین اینو بهش بگیش من میخوام بگم آماده شدن طول میکشه. بعد مثلا 1 ساعت بعد پا شد. بابا من زود نازی یه چیز جالبی هم تو آماده شدنش داره اینه که هی میره تو اتاق هی میره بیرون هی میره تو. بابا کار دارم نه مثلا انگار تیکشه یعنی هیچ کاری هم دست به هیچ نمیزنه فقط میره بیرون اونجا. بعد آخه در لحظه مثلا مامانم هست اینجوری که یه لحظه بی بعد نه ببین من تو همه موقعیت بودم اینقدر داریم داد میزنیم کر میشه موقع. ولی من کن نیستم این خیلی سر. آخه هیچ مسئولیت هم ندارم. این لباسی که پوشیده است اینجوری هم میشینه. آره هیچ. ولی من باید همه کارا رو بکنم. آره اصلا من مشکلی با کار انجام دادن ندارم. مثلا همیشه اینجوری که خب یه کاری می‌خوای انجام بدی بگو من بیام کمک مثلا سریع تموم شه یا هر چی. دیشبش یا ظرفش دیگه خب بده. بعد من بده نیومد دیگه. گفت خسته شدم. دیگه نیومد. گفت خسته شدم. من ظرفو زیاد گوش بده. 50 بار نشستم خسته شدم. گفت خسته شدم یهو گفتم بده. بعد گفت بیا. ببین این اسکاچ خودش دستش بود. اسکاچو داد گفت بیا. بعد مثلا من این ور نشسته بودم سینک اونجا بود. دیگه نیومد. گفتم خب در بیار دستکشو بده به من. گفت برو بابا. خب یعنی چی؟ در بیار بدم میشورم دیگه. بعد همه اینا مثلا بعدا واقعا نمی‌خواستم بشورم. نه کیان خود نگفتی خب کیان چی؟ الان گفتی کیان من بهش گفتم ظرفا رو بشوره. خودت من گفتم بابا دارم مثال نازی مثال هم حالیش نمیشه. من واقعا نمی‌خواستم بشورم دیگه. خب بعد چرا میگی همینجوری دوست داشتم. خیلی منطقیه. تو خودم میومدی میگه تو من شخ با واقعا نازیشون خودش فقط شوخی دستی و شوخی شهرستانی میکنه اینجوری که مثلا فکر میکنه آدم مثلا اگه نمیزنتش یا مثلا نمیگه یعنی قصد نداره کاری انجام بده. یعنی تو مسلک نازی اینه مثلا میزنی و میگی. آخه کیانم خیلی ملیحه دیگه مثلا چی شد خیلی اتفاق اینجوری افتاده و جوری که یعنی خیلی بیشور نمیتونه با درست برخورد کنه. بچه‌ها من هر وقت مثلا اینو هلیا به هر کی بده مثلا اینجوری آخه خیلی ملیحه مثلا اینجوری که حاجی نه مثلا میگم بچه‌ها مثلا یه چیزی رو من گفتم خب مثلا گفتم این مسیر رو پیاده بریم. بعد مثلا میگم بچه‌ها اگه سختتونه پیاده سختتونه اسنپ بگیم. اگه سختمون باشه میگیم نریم دیگه اصلا. اگه این کارو سختتون نشه مثلا به خاطر من سختتون نشه اومدیم پیاده بچه‌ها. یا مثلا یه بار از دانشگاه من بچه‌ها رو یهو خیلی ملیحه هی نازی کردم. اصرار کردم نازی بیاد دانشگاه. بعد نازی کلاس هم داشت. می‌خواستم یعنی سریعتر بیاد که برسه به کلاس. و مامانم میگه واسه زنگ زدن که آره برو بانک فلان کار کن. من ماشین گذاشتم رفتم بانک خیلی شلوغ بود. و هی دو تا پیام دادم که وای فکر کنم خیلی ممکنه طول بکشه اینا. اومدم تو گفتم ببخشید بچه خیلی مثلا معطل شد اینا دندون آخه 60 مثلا پیام 60 دادی بعد دوباره اومدی گفتی بعد میگه ای بابا اصلا بریم گم شیم که من می‌بینی 3 تا دوربین یکی اون توه. آره به گفتم داد بریم برتر. آره دوربین نیمه اول نیمه دوم میگن نیمه مربیاست. بریم واسه نیمه دوم. خوشحال شدیم. نوکرتم. ببندیم. برو خونه. اپیزود 2 برو خونه. تموم شد. اپیزود 2 تموم شد. واه کی بایه. چند دقیقه حرف 1 ساعت داری حرف میزنی فقط. ای والاجی. نزن اینو داریم حرف. مایک پیشرفته ما رو می‌بینی. خیلی خوشحال شدم. نوکرتم. مرسی از این
دیزاینر. ایوه حال کردیم. قربون شما، خوشحال شدیم. تا اپیزود بعدی. ساشا